چرا مردم زن دوم میگیرن؟ من زورا شریپова روانشناس و کوچ و در این رولک من تنها از نقطه نظر روانشناسی جواب میگویم. این 5 سبب دارد. یکم این حس ناتوانی و پیرشوی. مردم در یک سن سال معین وقت میرسند و حس میکنند که بعضی از قوت قدرت هایی که در جوانی داشتن در اونا الکی نیست و یک زن نو این اثباته که حالا من هستم و من خودیرم. دوم سببش این نارساگی توجه و ارتباط اموشنالی. در عائله خود همین چیزا رو ندارد و نمیتواند گرفته، یعنی که معامله خوب ندارد با همسرش و یا که محیط خانه‌اش همه خیلی است که چیزهایی که این مرد میخواهد اون زن دادن نمیتواند. سوم سببش این خیانت همچون یک راه گریختن از مسئولیت. مصیبتش با عائله‌اش خیلی با همسرش خوب نیست، خب خیلی مشکلات زیاد دارن. به جای آن که این مسئله رو در عائله خودش حل کند، مناسبت خوب سازد با عائله‌اش، میرود و فکر میکند که این مشکل تنها در همسرش است، میرود و زن دوم میگیرد و فکر میکند که در آنجا این مشکلات پیش نمیآیند. ولی وقتی یک چند مدت میگذرد، عیناً هر مشکلی که با همسر اولش داشت، این مرد همین مشکلات هم در عائله دومش با همسر دومش پیش میبیاد. اون سببش این فکره که مرد حق دارد. پنجم سببش این مسئله های کودکی حل نشد. در کودکیش مهر و محبتی کافی از پدر و مادرش گرفتگی نیست. میرد زن دوم میگیرد، سوم میگیرد، خاطری که همین محبتی که در کودکی از پدر و مادر گرفتگی نیست، زنهای دیگر همین محبت رو دیدن و اون خالگی درون اون مرد رو توانند پر کنند. شما اگر راضیید به این فکر یا که راضی نیستید، حتما در کامنتار نویسید، صحبت میکنیم.